صبح بخیر آقا. اگه می‌بینی که من چه رو سر گوشم به خاطر اینکه موهام خیسه دارم میرم گوانجو و اینکه نمیخوام سرما بخورم و اینکه به استایل من میاد. دارم میرم گوانجو، کستینگ دارم، شو دارم و فیتینگ دارم و به ایجنسی هم گفتم میخوام چند روز بیشتر بمونم، 2-3 روز بیشتر بمونم. واسه همین چمدون برداشتم، یک عالمه لباس برداشتم. دوباره من نمیدونم چجوری میخوام اینا رو جمع کنم دوباره برگردم و اینکه چند روز میمونم. سیا خب من رسیدم استیشن، پاسپورت چک و اینا انجام میدم و میرم. واقعا شاید باورتون نشه ولی همین تو استیشن بودن و از این شهر به اون شهر رفتن حالمو خیلی خوب میکنه. یعنی اینجا میگم دارم یه کاری انجام میدم. اگه خونه بودم می‌خواستم چیکار کنم، حالا اینجوری میگم چیکار کنم. میرفتم مثلا با بایک یه ذره این برابر میچرخیدم. That's it. اینا هم که اصلا نگاه نمی‌کنن دور و برش، همین ذات میان تو چرخم.乘坐电扶梯时，请站在扶梯上的黄线。昨天17000，昨天15000。大一张呗。خب اتفاقی افتاد که اتفاقی افتاد اینجا این لوکیشن مثل اینکه تاکسی نمیتونست بیاد، منو یه جایی 10 دقیقه دورتر پیاده کرده، منو دارم میرم. بعد اصلا پشمات میریزه اینجا رو ببین، انقدر عجیب غریبه، اصلا باورم نمیشه، خیلی عجیب غریبه. رسیدم. باورم نمیشه اینجا ماشینم هست، اون بیشور میتونست اینجا منو پیاده کنه با ماشین. من رسیدم اینجا لوکیشنه، احتمالاً کیود آب این وسط دادم اینجا بری برگردی. نازه دادم اونجا نشستم که من نمیشنستم و پسی هیچ کس، خودم هم هستم. خودم مثلا خیلی هم گرم، یعنی من از شنجن اومدم گوانجو هفته پیش داشتم یخ میزدم انقدر که هوا سرد بود. الان برعکس خیلی گرمه، من همینم که بیشتر فکر میکنم که خیلی گرمه، اینم درارم.
کیوت یادم این مدل ایژین هم هست، ایژین لوک هم یادم مدل هست اینجا با اینجا چقدر گرمه. اینجا اتاق میکاپ با ایناست. اینجا میکاپ میشیم، اینجا تا ازمون عکس اینا میگیرن. فهمیدم چجوری بعد این پلا باید بریم پایین. اوکی. احساس میکنم شبیه به پسر بچه ها شده قیافم. احساس میکنم شبیه پسر بچه ها شده قیافم، به خاطر اینکه اومدم از خونه بیرون موهام چون خیس بود با روسری بستم. بعد که اومدم گوانجو رسیدم گوانجو انقدر هوا گرم بود روسری رو برداشتم گرمم رو شیشه رو دادم پایین. بعد باد اومد موهام اصلا پف کرده یه حال شده. خیلی شبیه پسر بچه ها شدم. I like it. آقا ساعت نمیدونم چنده، فکر کنم ساعت 6 اینا باشه. من تا همین الان مگه میشه من تا میام پرس رو میزنم که حرف بزنم شروع کنه به سرسته کردن. آدم ناحسابی. آقا من تا همین الان ساعت 6 شب شده دیگه اینجام هیچی هم نخورم از صبح تا حالا. فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. فکر می‌کردم یه دونه شو فقط یه دونه فیتینگ یا یه دونه ریهرسل اندن، ولی it's fucking 3 shows. 3 تا فیتینگ رو انجام دادیم، تازه هنوز ریهرسل رو انجام ندادیم، تازه ریهرسل هم مونده. تازه من این کار رو بکنم. خیلی غذا هم نخوردم. اصلا وقت نداشتم هیچ ویدیو بگیرم به خاطر اینکه یه دونه لوک اول که کلا دستکش دستم بود، یعنی دستکشایی که مثلا با لباس وصل بود نمیتونستی در بیاری، واسه همین یه ذره نمیتونستم که ولاگ بگیرم. از لوک دوم گرفتم، لوک سوم هم بدتر از اون نمیتونستم ولاگ بگیرم، ولی یادت شد. بالاخره غذا دارم میخورم. غذا رو که نبینید اصلا چه شکلیه. خدای کجای مرغه؟ 合理使用灯光，主动避让行人和五类车，同时避免疲劳驾驶